بمیرم املیا سلام عزیز بچه سلام علی جان سلام مرسی از لایکت مرسی فعلا فضای بیرون رو ببینید یه بچه ها بیان گل محمدی سلام عزیزم چاکرم سلام هلنا سلام خوبی؟ بله آقا علی رضا بله داریم میریم برای ادامه داستان سیاوش و خینخواهی یا کینخواهی سیاوش طریق کیخسرو و حالا یه مروری میکنیم با هم دیگه که چی شد. و رضا کینگ سلام سلطان نوکرتم سلام رضا خوبی داداش فداتم چاکرتم علی جان فداتم یه حرف چیه سلام امیدزاری چاکرم نوکرتم چشم قول محمدی بچه دوتا بزنید رو صفحه لایک شه بذارید یه ذره بچه ها بیان آماده شیم برای داستان کیخسرو. دیشب تا یه جایی رفتیم امشب هم قراره که ادامه شو بریم و همینجوری این داستان ادامه داره. بچه ها ما الان بخش 36م شاهنامه ایم میدونی. حالا من خیلی چیزا رو تعریف نکردم ولی حالا از داستان رستم و سهراب ما رسیدیم به سیاوش و سودابه و اینا رو تعریف کردیم. سلام چاکرم دیگو حالا بیا با هم رفیق باشیم داداش. علی جنی سلام بچه ها خیلی خوش اومدید. سلام علیکم سلام علیکم سلام نه همینجور کلا میگم داداش چاکرم. حسین حیاتی سلام شوخی بود نوکرتم آقا. بچه دوتا بزنید رو صفحه لایک شه. سلام خوش اومدی مخلصم شما خوش اومدی آفرین دیگو خوبی شما قربونت حسین جان. مهدی ای سلام چاکرم. بعد چطوری مهدی قربونت آندرس کیمیا سلام. مجید جان سلام. آقا ما تا اینجای قضیه تعریف کردیم با هم دیگه رفتیم جلو و فهمیدیم که سیاوش به خاطر حسودی کرسیورز داداش افراسیاب توسط افراسیاب کشته شد و فرنگیسی که حامله بود 5 ماهه افراسیاب دستور داده بود که فرنگیس رو بکشید و اون نطفه‌شو بندازید که پیران اومد و گفتش که آقا تو این بچه رو بذار پیش چوپون و اون بذار بزرگ کنه. بچه اگه من دارم صحبت میکنم قربون چاکرم آقا شاو آقا مهدی علی رضا آقا جواد مستر ای اگه هستید پیام بدید خوشحال میشم ببینم. بعد شاو جان سلام. بعد اینکه آره اگه من دارم حرف میزنم بچهای ادمین یه لطفی بکنید اگه کسی میاد تشکر کنید سلام علیک بکنید از طرف من دیگه این چنل خودتونه دیگه دوستان. آره ما تا اینجا رسیدیم که سیاوش
توسط افراسیاب کشته شد و فرنگیس زنش دختر افراسیاب حامله بوده از سیاوش پسر کیخسرو که پناه برده بود به تورانیان، اونجا کشته میشه توسط افراسیاب و شهر سیاوشگردی که ساخته بوده دیگه در حالت ویرانی رفته. پیران میاد افراسیاب رو راضی میکنه که آقا تو فرنگیس و بچه‌شو بذار به دنیا بیاره، 90 هرچی باشه اونو بده به یه چوپان بذار اونجا بزرگ شه. تو که گفتی آقا تو تقدیر اینه که یه شاهزاده یه شاه منو میکشه، اینو بذار چوپانی بکنه. که بعد کیخسرو به دنیا میاد و میبرنش پیش چوپان و تو 15 سالگی انقدر ذات و دیسیپلینش شاهنشاهی بوده که چوپانه میاد و به پیران میگه آقا بیا اینو بردار ببر، اصلا شبیه ما نیست، شبیه رعیتا نیست، اصلا خودش یه ژن برتر و اینا. که پیران میاد و میبینه وای این واقعا شبیه فریدونه و یک انرژی داره که اصلا شاهنشاهیه. میاد و بهش میگه آقا من تو رو میبرم پیش افراسیاب، تو خودتو بزن به خنگی تا از جونت بگذره وگرنه ببینه اینقدر زبر و زرنگی تو رو میکشه. که این اتفاق میفته و افراسیاب دستور میده که با فرنگیس برن به سیاوشگرد و اونجا زندگی کنن، دور از تخت پادشاهی و دور از همه چی. که بعد حالا رستم میفهمه مرگ سیاوش رو، حمله میکنه، برادر افراسیاب رو میکشه، پسر افراسیاب رو میکشه، همه اینا رو انتقامش رو میگیره. افراسیاب یه دوره متواری میشه، به چین و ماچین فرار میکنه که گفته بودیم چین به قفقاز میگفتن اون دوره و ماچین به چین کنونی میگفتن. بعد اینکه رستم 6 سالی اونجا حکومت میکنه تو توران، در صورتی که برای خونخواهی رفته بوده. حالا یه اتفاقی میفته یادشون میاد که آقا ما اصلا بعد چی اومدیم، ایران چی شده. که بعد برمیگردن کل توران رو نابود میکنن، دنبال افراسیاب میگردن، بعد به این نتیجه میرسن نکنه افراسیاب به ما حمله کنه تو ایران، ما همه اینجاییم. و برمیگردن میبینن افراسیاب حمله کرده به ایران، قحطی اومده، کیکاووس پیر و فرتوت و به درد نخورتر از قبل و ایران داره نابود میشه. اینا دنبال این بودن که یک جانشین برای پادشاهی ایران انتخاب کنن. که گودرز خواب میبینه، توی خواب بهش وحی میشه، یعنی خوابی میبینه که آقا پسرت رو بفرست. سیاوش میاد تو خواب میگه پسرت رو بفرست، پسرم فریدون میاد تو خوابش میگه پسرت رو بفرست که نوه من یا نتیجه من رو از توران بیاره و به تخت پادشاهی بنشونه. که گیو به دستور پدرش گودرز تصمیم میگیره که این سفر رو آغاز کنه. دیشب تا اینجا گفتیم و از این به بعد داریم میریم برای سفر گودرز به توران. خب بچه‌ها، گودرز از اونجایی که برگشته بود به پدرش گفته بود که آقا من اگه بخوام با زره و اینجوری یال و کوپال برم، همه میفهمن که آقا من پارسی ام یا ایرانی ام. پس بهترین حالت ممکن چیه بچه‌ها؟ 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه، دمتون گرم. پس بهترین حالت ممکن چیه؟ این که من به صورت خود ترک ها و جامعه ترک ها و با یه شمشیر خالی برم و به صورت جاسوسوار برم اینو پیدا کنم. که گودرز میگه اوکی، گیو هم تصمیم میگیره بره. بچه‌ها گیو و توس پسران گودرز بودن، این یادتون باشه. یه جورایی هم پادگان فریدون هستن اینا، از نسل و نسبشون میرسه به اونجا. پهلوان خیلی قوی بوده گیو و گیو تصمیم میگیره بره به توران. حالا سفرش از اینجا شروع میشه و به هر نقطه از توران که میرسه با زبان ترکی باشون صحبت میکنه که اونا شک نکنن. فقط یه تاکتیکی داشته، حالا اون تاکتیکه چیه جلوتر بهش میرسه. هر کس رو میبینه ازش سوال میکنه، میگه آقا کیخسرو میشناسین؟ آیا تو این محل یا این شهرتون کیخسرو دارین؟ اگه بگه آره که پیدا کرده، اگه بگه نه همونجا اون شخص رو میکشه. چرا میکشه؟ به خاطر اینکه بچه‌ها توران خیلی بزرگ بوده. اگه اینجا میپرسیده میرفته شهر دیگه میپرسیده، این زمزمش میپیچیده و همه جا متوجه میشدن که یه نفر هست که دنبال کیخسرو میگرده. به خاطر همین میکشته تا اثری از این اتفاق باقی نمونه و هیچکی شک نکنه. گیو این سفر رو انقدر ادامه میده که 6 سال طول میکشه و یه جایی
احساس ناامیدی میکنه، انقدر رفته کشته، انقدر رفته سوال کرده و دیگه ناامید شده و با خودش داره میگه که آقا نکنه پدر من خوابی که دیده اهریمن براش این خواب رو تدارک دیده که اینو گول بزنه. شاید اصلا یه همچین چیزی نیست. من هر جا میرم کیخسرو نیست. مگه میشه؟ اگه کیخسرو بود که من پیداش میکردم. اینجا دیگه داره ناامید میشه و اینا، داره یه مسیری رو میرسه به یک رودی، یه چشمه‌ای، و میبینی یک جوانی اونجا نشسته. بچه‌ها تو شاهنامه اینجوری میگن که گیو به محض دیدن اون جوان میگه این 100% کیخسروه. حالا چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه بچه‌ها شنیدین میگن حاله نور، یه عزیزی گفته بود حاله نور دور منه. کیخسرو میگه چیز که گیو میگه وقتی من این شخص رو میبینم انگار خود پادشاه رو دیدم، انقدر که اتمسفر دورش قویه و انقدر که این کاریزما داره به قولی. خب و با خیلی امید فراوان میره سمت این پسر. حالا کیخسرو هم اونجا نشسته، برمیگرده میبینه یه نفر داره میاد سمتش، تو دلش میگه این گیوه. حالا میریم جلوتر شما متوجه میشید که کیخسرو چجوری میفهمه که این گیوه و خیلی خوشحال میشه. و وقتی گیو میرسه میگه سلام، من کیخسروام و میدونم تو اینجا اومدی دنبال من و اینا، خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم، کلی موندم، کلی انتظار کشیدم تو بیای. گیو تعجب میکنه، میگه پسر به جز گودرز کسی از این ماجرا خبر نداره، تو از کجا میدونی؟ گودرز بهت گفته تو کی هستی و فلان و اینا. یه ذره اونجا شک میکنه که کیخسرو برمیگرده من پسر سیاوشم، آقا از نوادگان فریدونم. حالا فریدون میرسیم به این جریان که گیو برمیگرده میگه اگه تو کیخسرویی شالکی بزگل، یک نمادی روی تنت هست، اونو باید به من نشون بدی. حالا اون نماده چیه؟ میگفتن که سیاوش چون یه خالی روی بازوش بوده و این خال انگار ارثیه، از کیکاووس به این رسیده و از قبل به کیکاووس رسیده و میگفتن این خال ارثیه و تو هم اگه پسر کیکاووسی باید این خال رو داشته باشی. کیکاووس پیرنشو میزنه میده بالا، میگه بابا تو رسوا کردی، من کیکاووسم دیگه، بیا اینم خالو که میبینه مطمئن میشه. با هم دیگه میرن پیش فرنگیس و فرنگیس برمیگرده به گیو خوش آمد میگه و اینا. میگه میگه تو از کجا میدونستی من میام؟ میگه بابا جان من پدرم این پیشگویی رو کرده بوده برای مادرم، یعنی سیاوش به فرنگیس گفته بود اگه یادتون باشه وصیتم اینه، من میمیرم، میخوان شما رو هم بکشن، شما رو نجات میده یک گیونامی یا یک پهلوانی از ایران میاد به سراغتون و تو رو میبره و برای تخت پادشاهی. من از اون پیشبینی به این رسیده بودم که تو میای و برمیگردی. خلاصه فرنگیس وقتی گیو رو میبینه برای تشکر یک سری جواهرات از سیاوش و یک سری ابزار از سیاوش قایم کرده بوده توی صندوقچه، اونو میاره و باز میکنه جلوش و بهش میگه که آقا برای پاداش و برای قدردانی و برای تشکر هر چی میخوای از اینجا وردار، من آزاد میذارمت، توی پهلوان شجاعی که اومدی توی توران دنبال پسر من. از اونجایی که گیو هیچ سپر و هیچ دفاعی هیچ چیزی نداشته، یک سپر یا یک زره سیاوش رو میبینه و اون رو برتن میکنه و میگه من پول نیاز ندارم، من چون باید بجنگم این سپر و این زره رو بر میدارم برای خودم، به نشانه احترام از شما قبول میکنم. فرنگیس اونجا داره با کیخسرو صحبت میکنه، میگه کیخسرو الان تو باید بری بهزاد رو پیدا کنی. بهزاد کیه یا چیه؟ بهزاد همون اسب سیاه سیاوش پدرشه. بهتون گفتم سیاوخش یا سیاوش 2 تا معنی میده و هر 2 تا هم سر سیاوش اجرایی و عملی شده. حالا چیه؟ سیاوش یعنی کسی که موی سیاهی داره و سیاوخش یعنی مردی که اسب سیاهی داره. وخش یعنی اسب سیاه و این اسم اسب سیاوش بهزاد بوده بچه ها. و میگه که برو توی دشتیه، خب پدرت اونجا اونو رها کرده. زمانی هم که داشته سیاوش میرفته و یه جورایی وصیت میکرده برای فرنگیس، در گوش اسبش هم یک چیزایی گفته.
برگشته بود گفته بود که من میرم، تو از الان آزادی تا زمانی که پسرم بیاد و افسار تو بگیره و تا اون زمان نذار هیچ کس سوارت بشه. حالا این چیزایی که تو شاهنامه گفته که میگه برو تو اون دشت، فرنگیس به کیخسرو و گیو میگه باید بری تو اون دشت اون اسبو پیدا کنی، چون بدون اون تو نمیتونی کاری بکنی، اون اسب خیلی مهمه. کیخسرو به همراه گیو شبانه میره به اون مرتع یا اون قرق یا اون جایی که اسب‌ها بودن. یه گله اسب بوده و یک اسب سیاه زیبا داشته آب میخورده. به محض اینکه کیخسرو رو میبینه اون اسب هم متوجه میشه که این پسر سیاوشه. بچه اینا رو من از خودم در نمیارم، اینا همه توی شاهنامه است و ما برای اینکه باورش کنیم نیاز به هیچ چیزی نداریم. خب فقط باید قبول کنیم که این داستان رو فردوسی تعریف کرده و این افسانه رو داره برای ما تعریف میکنه، مثل خیلی چیزهای دیگه، مثل افسانه های دیگه که حالا هالیوود برای ما واقعیش کرده، مثل شهر گاتهام و بتمن و جوکر رو که اینا الان یه جورایی مردم باورش کردن. ولی ما هم یک سری از افسانه هایی داریم خب که خیلی برامون ارزشمنده، مثل همین داستان شاهنامه. بگذاریم. اسب سیاوش یا همون بهزاد به محض اینکه کیخسرو رو میبینه، بچه‌ها من کامنت نمیخونم به خاطر اینکه افکارم نپره، بچه‌های ادمین لطف کنید جواب بدید و خوش آمد بگید. 2 تا هم بزنید رو صفحه لایک شه. اسب سیاوش بهزاد به محض اینکه کیخسرو رو میبینه متوجه میشه که این پسر سیاوشه و به سمتش میره و رام میشه. اسبی که اجازه نمیداده کسی بهش نزدیک بشه جلوی کیخسرو رام میشه و کیخسرو دستی براش میکشه و یا دمت گرم و اینا، جوجوی منی، پالونشو میذاره یا همون زینو میذاره روی اسب. به محض اینکه سوار میشه این اسب میگن که انقدر سریع و تیز بوده تا گیو بخواد سوار اسبش بشه این اسب به سرعت میره و اصلا ناپدید میشه و گیو اونجا پیش خودش میترسه. چرا میترسه؟ میگه آقا من 6 سال دویدم اینو پیدا کردم، نکنه این اسب اهریمن یا جن یا حالا هوری و پری بوده بردن اینو، من الان چه خاکی تو سرم بریزم. که یک مسافت یک کوهی رو رد میکنه کیخسرو، یه ذره استاپ میکنه تا گیو بهش برسه و گیو به محض اینکه میرسه کیخسرو یه خنده میکنه بهش، روی لبخندی میزنه، میگه میخوای بهت بگم درونت چی گذشته؟ گیو میگه ای شاهشان بگو فلان. میگه که تو پیش خودت فکر کردی این یه اهریم موجود فرازمینیه که منو داره اینجوری میبره و اینا، ترسیدی؟ و گیو اونجا به خودش میشاشه، میگه تو از کجا میدونه اینا؟ حالا این از کجا میدونه؟ به خاطر اینکه بچه‌ها شما اگه یادتون باشه یا اگه تو ذهنتون باشه یا بدونید، فریدون بزرگترین و بهترین پادشاه ایران تا این زمان بوده. فریدون همونیه که پسراشو میخواست امتحان کنه، خودشو به شکل اژدها در آورده بود و یک ذره از جادو و ماورا خبر داشت به خاطر اون جریان پدش که دیوانو گرفته بودن و میخواستن سر بزنن و دیوها گفتن که آقا ما بهت یه علومی یاد میدیم در ازاش ما رو نکش. اون علوم همین بوده. هیچ پادشاهی تا الان به جز فریدون از غیب خبر نداشته و الان کیکاووس داره اون ارث رو برای خودش میکنه، یعنی یه جورایی از عالم غیب با خبر بوده که گیو اونجا واقعا به این باور میرسه که این فرزند از نوادگان فریدونه. برمیگردن فرنگیس رو راضی میکنن که با فرنگیس برن به سمت ایران. فقط اینجا فرنگیس بهشون میگه آقا ما باید خیلی سریع بریم، چون اگه افراسیاب بفهمه خشتک پشتک ما رو پاره میکنه، میاد سراغمون 100%. پس باید سریع حرکت کنیم بدون اینکه کسی بفهمه. به محض اینکه ما این شهر رو رد کنیم مطمئنا خبرها به افراسیاب خواهد رسید. اینا تصمیم میگیرن 3 نفری هم حرکت کنن به سمت ایران زمین. به سمت ایران که میرن، توی همین منوال طبق چیزی که فرنگیس گفته اینجا مخبر زیاده، سری میرن بهش میگن ما اینجا تحت مراقبت امنیتیم، اینا ما رو اینجا الکی ول نکردن. که افراسیاب متوجه میشه، خبر به پیران و افراسیاب میرسه. افراسیاب به پیران میگه آقا یه جوری باید جلوی اینا رو بگیری ها. که پیران یک لشکری تشکیل میده که میگن که حالا 200 نفر یا 300 نفر نمیدونم یادم نیست، یه 200-300 نفری رو
مأمور میکنه به همراه یک پهلوان که آقا تو برو اینا رو برای من بیار، گیو رو بکش، فرنگیس رو بکش، کیخسرو رو دستگیر کن و بیار. حالا این 3 نفر دارن میرن یک جای اتراق کردن، یه نیمه شبیه، تازه یعنی استراحت دارن میکنن. فرنگیس و کیخسرو خوابن. گیو داره نگهبانی میده. گیو به محض اینکه میبینه که یک لشکری داره میاد سمت، یک گروه عظیمی داره میاد سمتشون، بدون اینکه اون 2 نفر رو بیدار کنه میره و تصمیم میگیره مبارزه کنه باش. بچه‌ها گیو یکی از پهلوان‌های قوی بوده، حالا میرسیم بهش که چرا. گیو وقتی که به دل این سپاه میزنه، یعنی اونجوری که تو شاهنامه گفتن هیچ کس جلودارش نیست و اینقدر که میتونه اینا رو ضربه بزنه و بکشه و از بین ببره، بیشترشون رو نابود میکنه و یک عده‌ای که زنده میمونن فرار میکنن. وقتی که گیو برمیگرده به سمت فرنگیس و کیخسرو و اینا بیدار میشن و میبینن چی شده، میگه آقا یه لشکری اومد زدم لتو پارشون کردم، شما نگران نباشید، من اینجا هستم، خشتک پشتکشون رو میکشم سرشون. اونایی هم که زنده موندن فرار کردن، خاک تو سرشون، اونا مرد نیستن که فرار کردن، مگه این پهلوان یا جنگجویه که تو میدان نبرد به جنگ یا کشته شه یا پیروز شه. که اونجا کیخسرو خیلی ازش تشکر میکنه و اینا. گیو اونجا برمیگرده به کیخسرو میگه کیخسرو من تا وقتی که اینجا هستم نگران نباش، باید به راهمون ادامه بدیم. که اینا راه خودشون رو ادامه میدن به سمت ایران. اون لشکری که فرار کرده بود به سمت افراسیاب اون لشکری که فرار کردن به سمت افراسیاب به پیران میرسن. پیران فکر میکنه اینا موفق شدن، ولی میبینه اینا لشکر شکست خوردن، 4-5 نفر اومدن لتوپار. چی آقا؟ برمیگرده میگه پیران این گیو دهن ما رو سرویس کرد. بابا ما اگه مثلا توی شاهنامه هم میگه اگه گرزهای ما موم بود، نرم بود، موم عسل، میگه موم بود، ما انقدر که با این گرز به این تن و بدن این زدیم، اگه این مومم بود باید اینو میکشت، ولی اصلا تکون نخورده، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. پیران خیلی خشمگین میشه، میگه خاک تو سرتون، من شما رو فرستادم بریم بیان 300 نفر آدم 200 نفر آدم رفتین مردین اومدین خجالت نمیکشین. که اونجا خودش تصمیم میگیره لشکرکشی کنه و بره به سمت فرنگیس و کیخسرو و گیو. یه 2 روز بعد اینا استراحت دارن میکنن، ولی این بار با این تفاصیل که فرنگیس داره نگهبانی میده. دیگه نمیشه که گیو همیشه نگهبانی بده، خسته میشه. گیو و کیخسرو خوابیده بودن. فرنگیس که داشته نگهبانی میده که یه گرد و خاکی داره میاد، سری میاد و گیو رو بیدار میکنه. میگه گیو بلند شو، اینا اومدن، اینا رفتن این لشکر دیگه آورد، رفتن باباشون آوردن، چیکار باید بکنیم الان با این قضیه؟ که گیو بلند میشه آماده رزم بشه، کیخسرو گوزقوطی خودشو مینازه وسط، میگه گیو تو الان یه ذره تو بمون، من برم بجنگم، تو دیگه جنگیدی، تو خسته ای، من میتونم برم بجنگم. که گیو برمیگه ما بشین سر جات، بشین سر جات، اینجور چرت و پرتا نگو، من پهلوانم توی ایران، شاید فقط رستم بتونه منو شکست بده، به جز رستم من کسی رو نمیبینم در قد و قواره خودم، تو الان اینجا برای من، تو همون پادشاهی تو بکن، بذار من پهلوانی رو بکنم، من اگه بمیرم مهم نیست، تو رو من 6 سال جان دادم پیدا کردم، تو اینجا بمون کارت نباشه. خلاص اینا این صحبت ها رو که دارن میکنن، گیو تصمیم میگیره که بره و حمله کنه. پیران و لشکر ایستادن و گیو رسید بهشون، یه رجزخانی کردن و پیران برمیگرده میگه پسر ببین تو اگه کوه آهنم باشی، وقتی که هزاران هزار مورچه به تو حمله کنن اون کوه رو خراب میکنن، پس تو 100% میمیری. گیو هم برمیگرده بابا میگه آقا چرت و پرت نگو، بیا وسط، بیا ببینم چند مرده علاجی، اگه مردی بدون سپاهت بیا با من روبرو شو فلان. که پیران اینو قبول میکنه و اینا میخوان مبارزه کنن. گیو یه شگرد، یعنی یک ترفند خیلی عجیب میزنه. حالا اون ترفنده چیه؟ وقتی که گیو داره با اون مبارزه میکنه، چند تا شمشیری زدن، گیو هی عقب نشینی میکنه و پیران میره به سمتش، هی گیو عقب نشینی میکنه، پیران میره سمتش. این جریان انقدر ادامه پیدا میکنه که پیران از لشکر یه فاصله خیلی زیادی گیره. به محض اینکه این فاصله گرفته میشه، گیو وارد عمل میشه و پیران رو زمین میزنه، دست و پاشو میبنده و لباس و بیرق پیران رو برتم میکنه. اون
پرچم و لباسشو میپوشه، کلاه خودو میذاره و اینم که اینجا بسته اینجا انداخته، با اسب پیران میره به سمت لشکر پیران. اونا هم میبینن که آقا یه نفر داره میاد، انگار پیرانه، انگار شکست داده اونو فلان، اصلا هیچ کاری نمیکنن دیگه، فکر میکنن پیرانه. این میاد به محض اینکه وارد اینا میشه شروع میکنه به کشتن اینا. اونا هم که یه 10 دقیقه تو شوکن دیگه، آقا پیران داره چیکار میکنه، چرا داره ما رو میزنه، شروع میکنه به کشتن اینا. و بعد اینکه این لشکر رو از بین برد و کشت، میاد سراغ پیران که گردنش رو بزنه. پیران رو کشان کشان میبره برای کیخسرو. میا این پیران همین بود، این زپرتی بود، این داشت اینجا برای ما گوزگوز میکرد، الان این آوردیم اینجا. مثل خیلیان تو مجازی بچا، تو مجازی هم خیلی ها اینجوریان، خیلی گوزگوز میکنن. وقتی که رسیدن بهت یه چک بزنی میگه نزن یادم میره، از بچگی هرچی کرده رو میخواد بهت بگه. پیران هم اونجا اینجوری بوده. گیو میگه کیخسرو من میخوام اینو بکشم. کیخسرو برمیگرده میگه چرا میخوای بکشی؟ نکشش. میگه من قسم خوردم اینو بکشم. که پیران اونجا میگه که کیخسرو تو دیگه چرا میخوای منو بکشی؟ من کسی بودم که نجاتتون دادم، حداقل من باعث شدم که افراسیاب تو رو نکشه، مادرتو نکشه. تو هر چی داری، من مگه نیومدم بهت نگفتم خودتو بزن به خریت، افراسیاب تو رو میکشه؟ پس من آدم بدی نیستم. و پیران اونجا دل کیخسرو رو به دست میاره و کیخسرو یه جورایی مدیون پیران بوده و برمیگرده به گیو میگه نکشش. میگه من قسم خوردم، باید خون اینو بریزم. من به مثلا فلانی قسم خوردم که به ایزد قسم خوردم خون این پیران رو بریزم، کسی که سیاوش رو کشته. کیخسرو برمیگرده یه چی میگن، یه پاراگراف باز میکنه، یه ترفندی میزنه، میگه آقا باشه تو میخوای خونشو بریزی، گوششو ببر، مثلا یه تیکه گوششو ببر، خون گوشش میریزه زمین، اینجوری تو هم قسمتو به جا آوردی، همینم زنده میمونه. که گیو اونجا به خاطر اینکه پادشاه خودش یعنی که خسرو اینو ازش خواسته، میگه باشه و فلان، گوششو میبره و ولی میگه آقا من تو رو میبندم، دست و پاتو میبندم برای اینکه دیگه نری دوباره نیای سمت ما، دست و پاتو میبندم. که دست و پاشو میبنده، اونجا یه تیکه هم بهش میندازه، میگه آقا این دست و پاتو میبندم، برو پیش زنت، تنها کسی که میتونه این بندو باز کنه زنته، فهمیدی؟ دیگه نیایا، دیگه جای تو مبارزه نیست، بیای این دفعه میکشمت. که گیو رو میبنده و گیو میگه که پیران رو میبنده و پیران میگه که آقا یه اسبی هم من بدید، من بدون اسب نمیتونم برم، میمیرم. که بهش اسبش هم میدن و میگن برو هری، این دست و پاشو بستن و گذاشتن رو اسب، به اسب بستن که تو بری. خبر شکست پیران و یاران اولیش به گوش افراسیاب میرسه و افراسیاب خیلی خشمگین میشه و خودش هم همراه لشکر میره به سمت کیخسرو، گیو و فرنگیس مادرش. وسط راه که داره میرسه میبینه یه اسبی داره میاد، پیرانه. یا خب پس این موفق شده دیگه، کشته و اینا. میبینه که این زکی بابا، این خودش لکنته است. که لکنته به زبان گیلکی بچا تو شاهنامه نیست، اینو من خودم میگم، یعنی درب و داغون، یعنی زپرتی. میگه این که لت و پاره این داره میاد، چیه تو رو برای تو رو کی بست؟ تو چرا اینجوری شدی پیران؟ آبرو شرف ما رو بردی. پیران میگه بابا جان، ای بابا افراسیاب تو کجایی؟ زدن دهن من ما رو سرویس کردن، این گیو اصلا انسان نیست، یه چیزی فراتر از انسانه، زد دهن ما رو سرویس که این ایرانی‌ها چرا اینجوری هن؟ که افراسیاب اونجا خیلی خشمگین میشه، میگه با خاک تو سرتون، شما هیچ کدوم لایق این نیستی، من خودم باید برم. که اونجا حمله میکنه به سمت اینا. توی این فاصله کیخسرو به همراه فرنگیس و گیو میرسن به رود جیهون. رود جیهون مرز بین ایران و توران بوده بچه. رود جیهون مرز بین ایران و توران بوده که اینا میرسن و یک کشتی اون وسط بوده و اینا داد میزنن، میگن آقا بیا اینجا ببینم. باجگیره بچه. باجگیر به معنای کشتیدار یا همون ناخدا یا هر چیزی که کشتی، صاحب کشتی رو میگفتن باجگیر. به باجگیر میگن که باجگیر بیا اینجا ما رو سوار کن، ما رو ببر اونور. که باجگیر میخنده و میگه که با چی میگین؟
شما دیگه کی هستین؟ من اصلا چرا باید این کار بکنم؟ به یه شرط این کار میکنم. یا به گیو میگه یا پسر تو بده، فکر میکنه کیخسرو پسرشه، یا کنیز تو بده، فرنگیس مادر کیخسرو رو میگه، یا اسب تو بده یا زره تو بده. یکی از اینا رو میگیرم شما رو میبرم اونور. که گیو اونجا خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه داد زدن، فحش دادن. حالا کاری هم نمیتونه بکنه، اون وسط آب بوده این اینور بوده. میگه مردک مذبذب، تو اصلا میدونی داری چی میگی؟ گوسفند، گوساله، اینی که میبینی مادر پادشاهه، اونم پادشاهه، تو داری در مورد چی صحبت میکنی و فلان. 4 تا دریوری هم بهش میگه. برمیگرده به کیخسرو میگه کیخسرو ما وقت نداریم، این باج گیرم که اصلا نمیاد این و خبری ازش نیست، روی اینم نمیتونه حساب کنه. فقط تنها راهش اینه که عین فریدون از آب بگذری. تو هم پادشاه هیچیت نمیشه، نگران نباش، به فکر من و مادرت هم نباش. من پهلوانم، اصلا زاده شدم که پهلوانی بکنم، بجنگم یا بمیرم. مادرت هم به وجود اومده که تو رو به وجود بیاره، پس اینجا تو مهمترینی. سوار اسبت شو، ما هم پشت سرت میایم. از این رودخونه باید گذر کنیم، وگرنه اگه افراسیاب بیاد منو میکشه، تو رو میکشه، مادرت هم میکشه. تمام زحمت‌های 6 ساله من به باد میره. که کیخسرو اونجا رو به ایزد میکنه، میگه ایزد من به پناه تو وارد جیهون میشم و منو به سلامت و یارانمو به سلامت بگذرون. اون جار زنه داد میزنه و میگه بابا اسکولا نیاین تو آب، بیاین تو آب باطل میشینا، هیچکی من تا حالا ندیدم از این ور بیاد برا، میمیرینا، اسکولا نکنین، بیخیال شین، همونور بمونین، یا همی که من باج بدین من شما رو بیارم اینور. گرفتی شد؟ بعد اینا با اسباشون که زره و کلی وسایل روش بوده میان توی آب و از جیهون عبور میکنن، میرسن اونور به داخل مرز ایران. جانه این باجگیره یو دال میاره، میگه که اوه اینا کیان؟ اینا حتما یا اهریمنن یا فرشتن، من تا حالا نه دیدم نه شنیدم کسی از جیهون رد بشه، اونم این فصل. توی شاهنامه با این اشاره بهش میگم پس اون فصل بهار بوده، چون پر آب ترین فصل رودخونه بهاره بچه‌ها، به خاطر بارندگی و اینا. میگه جیهون انقدر که پر آب و مثلا خروشانه که تو فصل بهار اصلا هرگز کسی با این سرعت آب نمیتونه عبور کنه. این چجوری گذشته؟ پس یا اهریمنه یا فرشته است. که اینا میرن، میگه که بچه‌ها بیاین طلا ملا بیاریم بریم عذرخواهی کنیم از این الان نزنه دهن ما رو سرویس نکنه. که کشتی رو میزنن بغل و میرن سمت اینا، میگن آقا من ببخشید معذرت میخوام فلان، شما من تا حالا ندیده بودم یکی که اینوری اینجوری بره. که اونا هم میگن بابا گم شو 31 تیر، برو اونور بابا، اون موقع که ما بهت نیاز داشتیم تو نیومدی، این نوادگان فریدونه پسر، احترام بگذار. یه دوتا تو سری میزنن و اون میره افراسیاب میرسه به جیهون، میبینه اینا رفتن اونور و دستور میده که آقا این کشتی رو بگو بیاد اینجا ما رو بگیره ببریم اونور. برمیگرده به افراسیاب میگه بابا خل شدی بریم اونور، اونجا مرز ایران ها دیگه، حال داری بجنگی اونجا دیگه اینجا شوخی نیستم، توران نیست، اونجا ایرانه، میزنن دهن ما رو صاف میکنن. سلام بچه ها، صدای منو دارین؟ صدات هست؟ خب اوکی. آره بچه‌ها من یه ذره عامیانه تعریف میکنم چون شاهنامه رو نمیشه اینجوری مثلا با شعر و غزل و اینا خوند، حوصله سر بره. من یه ذره عامیانه تعریف میکنم که تو ذهنتونم بشینه. آره افراسیاب میگه آقا این کشتیه رو بگو بیاد، این باجگیره رو بگو بیاد، ببینم بابا بیاد ما بریم اونور بریم دهن اینا رو سرویس کنیم. که اون میگه که بابا هامون میگه افراسیاب بذاره ترمز دستی تو بکش مردک، اونور ایرانه، بریم اونور دهنمون رو سرویس میکنن. دو تا بزن رو صفحه لایک شه. هامون میگه اینو. بعد خیلی هم میزنن رو صفحه میرن توی ایرانیان، اونایی که رو صفحه نمیزنن تورانیان. آره داداش ما این شما. آره افراسیاب اونجا ترمز دستیش کشیده میشه، میگه راست میگه بریم اونور، فاتحه‌مون خونده است، پس برگردیم به تخت پادشاهی. خب تا اینجای قضیه ما متوجه شدیم که کیخسرو برگشت و تونست از توران فرار کنه
و رسید به ایران. حالا گیو برای اینکه همه رو جمع کنه و بعد 6 سال اومده ایران و بهشون گفته من کیخسرو رو پیدا کردم، یه نامه هایی میزنه و به گودرز و پهلوانای دیگه و رستم و اینا همه نامه میزنه که آقا من اومدم، بیاید سمت گودرز، من دارم میرم پیش گودرز پدرم که این خبر رو بهش بدم و از اونجا بریم به سمت کیکاووس. حالا گودرز کجا بوده؟ اصفهان، یا همون اصفهان فعلی. اصفهانیا پرچمشون بره بالا، چون گودرز و تمام فک فامیلش اهل اصفهان یا اصفهان بودن. آره دوستان گل من، بقیه نامه ها رو هم زده و اینا داره میره به سمت گودرز. گودرز که نامه رو میبینه میگه دمش گرم پسر من ترکونده و اینا میرسن پیش گودرز. کل پهلوان ها میان بجز توس. حالا چرا توس نمیاد؟ توس کیه؟ توس برادر گیوه و سرلشکر ایرانیانه. مثلا چجوری بهتون بگم، مثلا توی لشکر خب سرسپهبد داریم، رئیس کل قوا، مثلا میدونی چی میگم؟ اون رئیس کل قوا بوده، پرچمدار ایران بوده، اون نمیاد. حالا چرا نمیاد؟ چرا مچه کرده؟ چرا قهر کرده؟ میریم جلوتر شما متوجه میشید. آقا اینا میرن و جشن و پایکوبی و اینا، یه چند روزی میگذره، توس نمیاد. همه اینا نامه میزنن که آقا به توس بگو بیاد دی، خوش گیر آورده، اون سرلشکر ماست، اون نباشه ما نمیتونیم بریم پیش کیخسرو کیکاووس. یه جورایی اینجا ناچمه، مثل این میمونه که همه امضا کردن، یه نفر مثلا که یکی از بزرگای امضا نکرد، این باعث تشنج و درگیری میشه. نامه میزنن به توس هم برمیگردن میگه چیه شما طایفه فلان، بدون اینکه به من بگی من سرلشکرم. قهر میکنه اونجا، میدونی چی؟ عین دخترا قهر میکنه، میگه من سرلشکرم، شما به جای اینکه به من بگین رفتین برای خودتون سرخود پارچه رو بریدین، خودتون دوختین، رفتین دنبال اون گیو و فرستادین بره. من اینجا پس چیکاره بودم؟ به من باید اطلاع میدادین. این یک. دو، ما فرامرز داریم. آره ما فرامرز داریم. پسر کیکاووسه. از کی تا حالا پسر کیکاووس نباید بیاد پادشاه بشه؟ نوه و نتیجه کیکاووس باید پادشاه بشه. پس اول فرامرزه، بعد کیخسروه. فرامرز باید بر تخت پادشاهی بشینه. یه جورایی رو دمش میمونه این جریان و میخواد که فرامرز بشینه رو تخت پادشاهی. نامه رو میارن و گیو و گودرز وقتی این نامه رو میخونن به شدت عصبانی میشن. گیو هم تصمیم میگیره که یه ذره تندتر برخورد کنه، یا توس یا میای یا لشکرکشی میکنم، دهنت سرویس میکنم. اینجا باید تابع جمع باشی، تو کسی نیستی که تعیین کنی. بعد تازه اون تو نامش هم گفته بود این یه خون تورانی تو تنشه. چرا؟ چون فرنگیس مادرش تورانی بوده دیگه. میگه چرا باید یه دیوزاد مثلا بیاد فلان کنه؟ چون به تورانیان یه جورایی میگفتن اهریمن و دیو. که گیو هم براش پیغام میده که یا میای یا لشکرکشی میکنم، پلک و پارت میکنم. داداشمی به جاش دارم بهت احترام میذارم، پس احترامو نگه دار. آرمان یه چایی برای من میاری؟ نه نمیخواد، من خودم میام. بعد گلوم خوش شده، دوتا نمیزنین رو صفحه. بگذاریم. آره این نامه رو میفرستم برای توس و توس قبول نمیکنه، لشکرکشی میکنه به سمت گیو و گودرز. به گیو و گودرز که میرسه، اونا هم منتظرن که حمله کنن و بزنن دیگه. نوکرتم. مرسی از اونایی که ایرانی ان و لایک کردن. اونایی که تورانی ان دیگه لایک نکنن مهم نیست. آره اونجا یک لحظه توس به خودش میاد و برمیگرده میگه ما اگه الان با هم دیگه حمله کنیم دوتا داداشیم، یکی از ما رو اگه بخواد بکشه به توران، تنها کسی که نفع میبره تورانه، چرا ما باید با هم جنگ کنیم؟ که اونجا یه ذره فیتیلش میاد پایین، میاد به کیخسرو میگه که آقا باید پسرت بشینه جات، نه نوه نتیجت. گرفتی؟ کیکاووس هم زمانی که خب
کیخسرو رو میبینه خیلی خوشحال میشه و میگه خدا رو شکر بالاخره من میتونم این پادشاهی رو بدم به یکی تو اصلا نماد پادشاهی مایی، شبیه سیاوش و فریدونی، و خدا رو شکر از دست کیکاووس قرار خلاص بشیم، ولی حالا جانشینش رو باید پیدا کنیم. کیکاووس اونجا یه تدبیری میاندیشه که فکر میکنم بهترین کاری که کیکاووس کرده تو کل پادشاهیش همین یه کار بوده. انقدر احمق کارای مضحک و احمقانه کرده دیگه، با هم دیگه رفتیم جلو و فهمیدیم دیگه چقدر احمق بوده کیخسرو، نه کیکاووس، با بزرگ کیخسرو. انقدر تصمیمای اشتباه گرفته، کارهای احمقانه کرده که به اینجا رسیده. میگه که آقا باید برید به دژ بهمن. خب اونجا دژی ما هنوز نتونستیم تصرفش کنیم. حالا اون دژ بهمن کجاه؟ توی اردبیل کنونی. توی اردبیل کنونی میگه باید بری اونجا، 2 نفرتون، هم فرامرز هم کیخسرو، برید اونجا. حالا من اسم فرامرز 100% مطمئن فرامرز فکر کنم. اول فرامرز بره، اگه تونست اونو بگیره تخت پادشاهی میرسه بهش، بعد کیخسرو بره، اگه تونست اونو بگیره تخت پادشاهی میرسه بهش. اونجا رو ما هنوز نتونستیم تصرف کنیم. اینا هم قبول میکنن، میگن باشه اوکی. میرن 2 تا لشکر به سمت اردبیل فعلی و دژ بهمن. حالا از اینجا به بعد ما میخوایم دژ بهمن رو براتون باز کنیم. اول فرامرز میره میبینه یه دژ سیاه و تاریکیه که وقتی نزدیکش میشی گرمای آتش بهت میخوره و این دژ انقدر دیوارهاش بلنده، خب یعنی هر کاری میکنی دیوار بلندتر میشه. حالا چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اونجا دژ اهریمنان و دیوها بوده و طلسم روش بوده. حالا این طلسمه باعث میشده که کسی نتونه نفوذ کنه و این گرما و این توهمی که این دیوار بلنده به کسایی که می‌خواستن حمله کنن وارد میشه و اینا نمیتونستن بفهمن چی رو برن تو. یه چند روزی دور این دژ میچرخن. این دژ ورودی نداشته، یعنی همش دیواره، ورودی نداشته. این طلسمه جوری بوده که دور دژ دیوار، در ورودی نداره، در ورودیش مخفی شده و اگه میخواستن برن بالا این دیواره میرفته بالا. میدونی اینا نردبون میذاشتن اینجا، این دیوار میرفت اینجا، دوباره میذاشتن اینجا میرفت اینجا، یعنی هرگز نمیتونستن برن تو. فرامرز خسته میشه و برمیگرده، میگه من کار من نیست، برو ببین کیخسرو میتونه. الان اینا با هم مشکلی نداشتن و به خاطر توس با هم دیگه به مشکل خورده بودن. درد. ایرانیان 16 نفرن، تورانیان خیلی بیشترن. آره داشتم بهتون میگفتم. نوبت به کیخسرو میرسه، بهش میگن کیخسرو تو باید بری. حالا کیخسرو چون بغل واسه داشته نگاه میکرده، اینا فایده ای نداره حمله کنیم. میگه یه نفر رو بیارید که سواد داشته باشه و یک نیزه خیلی بلند بیارید. یه دونه هم پارچه بیارید یا همون کاغذ بیارید که روش بنویسیم، کاغذ بزرگ. میگه چی موقع بنویسیم؟ یا تو کارت نباشه بنویس. شروع کنه به نوشتن که به نام مثلا ایزد، به نام اهورا، من پسر فلانی ام، با کمک خدا، با نمیدونم چی خدا میخوام اینجا حمله کنم. اگر طلسمی هست امیدوارم که اون طلسمه برطرف بشه من بتونم حمله کنم و اینا، یا هم که خودتون رو تسلیم کنین، من نمیخوام مثلا زوری وارد بشم و اینا. به گیو میگه که گیو اینو ببر و نزدیک دژ فرو کنین زره رو که بالاشون نوشته هست و خود سری فرار کن. گیو میره این زره رو میزنه و به خاطر اینکه نام پروردگار توی اون کاغذ نوشته شده بود اون طلسم میشکنه. ما بارها توی شاهنامه اینو دیده بودیم بچه‌ها، همونطوری که رستم اون خانم جادوگر رو میبینه و ایزد رو شکر میکنه و طلسم اون خانم برطرف میشه. متوجه شدین؟ پس به واسطه اینکه یاد خدا و خاطر خدا رو اونجا آورده اون طلسم برداشته میشه و نمایان میشه این دژ و دیوارهای کوتاه و درش هم مشخص میشه. کیخسرو دستور میده که حمله کنید، بزنید آقا، بزنید خار مادر صاحب بچه صلوات بدید، تیراتون رو بزنید، آسمان رو تیر و تار کنید، اون دژ رو ما تصرف کنیم. که این اتفاق میفته و دژ رو میگیرن، پدر صاحب بچه دژ هم در میارن، اهریمنا و دیوها هم شکست میدن و وقتی وارد دژ میشن میبینن به به چه شهر زیبایی. یه شهر زیبا پشت این دژ سیاه بوده و پر از گنج و جابیچ کنجیه. آره اسکرین شات میگیرن اونجا رو، اسکرین شات میگیرن و موفق میشن این جریان رو و برمیگردن به پیش کیکاووس.
کیکاووس هم میبینه که اوهو، ما تا حالا توی این همه سال 100 سالی که من پادشاهی کردم مثلا تا حالا به دژ نتونستیم نفوذ کنیم. این چجوری؟ آره آفرین، مرسی کیهان. این چجوری تونسته؟ پس این واقعا لایق این جریان بوده. و فرامرز و کیخسرو هم روبوسی میکنن. از اونور توس ضایع میشه. انقدری هم که ضایع شده میاد و باز هم به سمت کیخسرو زانو میزنه، طلب بخشش میکنه و حتی بهش میگه که آقا من اگه میخوای این پادشاهی تو بده به این سرلشکری تو بده به هر کی که خود سلامی، تو واقعا لایق پادشاهی، من منظوری نداشتم. که کیخسرو خیلی مدبر و با تدبیر میگه بلند شو خودت سرلشکری، هیچکی به جز تو نمیتونه سرلشکر باشه. سیاست خیلی خوبی داشته نسبت به کیکاووس. ابله بود، اگه بود میگم بزنید گردن اینو بزنید. اونجا رستم یادتونه گفتود بکشید، رستم گفت شالکی من نبودم تو نبودی. شالکی یعنی دستمال کثیف. آره. که کیخسرو برمیگرده بهش میگه آقا توس جان، تو همچنان سرلشکر مایی، هیچ کس به جز تو لایق این نیست، تو همچنان سرلشکر بمون، نگرانم نباش، من دلخوری هم ندارم، تو یه جورایی حقت هم بوده که برگشتی گفتی پسرش باید بیاد به پادشاهی بشینه نه نوش، اینم چیز بدی نبوده. و کیکاووس توی یک جشنی، توی یک مراسمی کیخسرو رو میبره و جانشین خودش اعلام میکنه و خدا رو شکر ما کیکاووس رو بازنشسته میبینیم دیگه. از الان به بعد کیکاووس میره یه جا میشینه، نون و ماستش رو میخوره، نمیکشنش که مثلا حتما باید بمیره تا چیز بشه. کیکاووس میره یه جا بازنشسته میشه، میره یه گوشه میشینه. خدا رو شکر دیگه ما از شر کیکاووس خلاص میشیم بچه‌ها. امیدوارم که تا اینجای کار بهتون خوش گذشته باشه. پس ما داستان سیاوش، کیخسرو و کیکاووس رو داشتیم. حالا رسیدیم به جایی که کیخسرو بالاخره پادشاه ایران شده و فردا شب ادامه ماجرای کیخسرو رو با هم دیگه داریم که پادشاهیش رو به چه صورت یا صورت میبره جلو. بچه‌ها من هدفم از این شاهنامه خوانی سوگند جان نمیدونم، من هدفم از این شاهنامه خوانی این نیست که بگم من بلدم یا کسی دیگه ای بلده، اینه که با هم دیگه مرور کنیم به زبان شیرین تر، به زبان ساده تر و به زبان عامیانه تر، به زبان 1404. میدونید نه 1000 سال قبل، چون طبیعتاً خب نه ما حوصله آرکایک خوندن داریم نه شما حوصله گوش دادن به آرکایکی. من بیام چنین گفت زرتشت بگیر، تو برخیز و سپر را به دست بگیر، مثلا اینجوری. خب خودم هم شاید یه جا برم ببینم یه همچین چیزی داره میگه، حوصله‌ام نکشه، مگه اینکه حالا ادبیات نمایشی خونده باشم، چه میدونم ادبیات خونده باشم، تاریخ خونده باشم، علاقه داشته باشم، وگرنه در این صورت برای عامیانه اینا نیست. ولی هدف ما اینه که ما یه جورایی این شاهنامه رو و اسم‌هایی که برای شما شاید زیاد شنیدید این اسم‌ها رو و نمیدونید اصلا در پس این اسم و این ماجرا چیه، یه جورایی این اسم‌ها رو براتون زنده کنم. دو فردای دیگه یه جایی رفتید، یه جایی دارید صحبت میکنید، با افتخار بگید آقا من بلدم شاهنامه رو. نه اینکه حفظ باشم ولی بلدم کی چی کار کرده تو شاهنامه، این داستان رو بلدم، فلانی تو این داستان رو بلد بودی. هدف اصلی ما اینه بچه‌ها. امیدوارم که من تونسته باشم یه جورایی شیرین گفته باشم ماجرا رو که به دلتون بشینه، چون من خودم سعی میکنم یه ذره فانش کنم، یه جایی بخندم، یه جایی بگیم شوخی کنیم و اینا. بچه‌ها سلام، علی عشقی سلام. یه چند دقیقه هم در خدمتتون هستیم، بعد دیگه لایو رو قطع میکنم، میریم برای لایو مشترک. میخوایم با نیمشو اگه اومده باشه با نیمشو یه لایو مشترک بذاریم و هم گوشیمو بزنم شارژ نیم ساعت، هم یه ذره خودم استراحت کنم. سلام خانم شهرزاد، مرسی. کیهان
مومیوند. فقط اسم کارت خیلی فراتر از نام هاست. خیلی ممنون آقای کیهان. اسمم مهدیه. و اینکه خواهش میکنم رضا کین خیلی مخلصم، میدونستی تو قلب داداش نوکرتم. به جواد گفت. یوسف جان سلام. سر جان سلام، مرسی از خبرهای خوبت. از بابک خرمدین نمیگی چرا؟ داریم میریم جلو دیگه، بذاریم بریم جلو. این داستان ها باید ترتیب بره جلو. مثلا قسمت 36 یا 38 یا 39 بخش 38 یا 39 شاهنامه ایم خیلیه، میدونی؟ همینجوری داریم میریم جلو. یه تایمی میریم، بعد یه استاپی میدیم، یکی دو روز استراحت میکنیم، چند روز استراحت میکنیم، دوباره ادامه میدیم. ببینم آیا بچه‌ها واقعا اینو استقبال میکنن، ادامه میدم 100%. ولی اگه ببینم بچه‌ها دوست ندارن یا خوششون نیومده یا حالا سرگرم کننده نیست، یه ذره کمترش میکنم، ولی اینو ادامه میدم. مثلا هر 2 شب یه بار این داستان تعریف میکنم. ولی ببینم بچه‌ها خوششون اومده، هر شب این چیزو میریم دیگه. بهترین لایو داری در میان این همه لایو بی خود. خواهش میکنم آقای کیهان، خواهش میکنم، نظر لطفتونه. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که شما خوشتون داشت. مهدی عشق چه خبر؟ جواد قاسمی نوکرتم. مهدی داستان تصمیم کبرا رو بعدم بگو. رضا کینگ دهن سرویس. سلام داداش، خیلی حال کردم. کاش این داستان ها رو کارتون می ساختن. سلام استارکینگ عزیز. مهدی امینی سلام، چاکرتم. بسیار عالی که نام ایران بانو رو زنده میکنید. خستم. خیلی خواهش میکنم غریبه جان، خیلی ممنون. من باستان شناسم و اسطوره شناسی کار میکنم. آقای کیان اگه جا انداختم دیگه به بزرگیتون ببخشید، چون اسامی و اون جزئیات شاهنامه خیلی زیاده. ولی اگه میبینید که تاثیر داره توی تعریف کردن من جا انداختم، یه نکتهشو بهم بگید، من یادم میاد تعریف میکنم اگه جا انداختم. داستان لیلی و مجنون میگم همه رو میگم بچه. بذارید بریم جلو. عالی خواهش میکنم. من سعی میکنم یه ذره شوخی و وارد این جریان بکنم، فان بشه، که زده نشن بچه. مثلا پسر دختر 16 17 ساله دارن نگاه میکنن، زده نشن یا گیر آوردی ما رو، چرا اینجوری صحبت میکنی، یا چه داستانی. ولی یه ذره براشون. خان سلام، نوکرتم مهیار جان، نوکرتم عزیز. با گرم پاره شدم بچه. ناموسن خیلی خوبی. قربونت مهدی امینی. داستان خانواده اکبری هست. میخوای آینه عبرت رو بگم؟ سلام داداش کیارش جان سلام. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من واقعا از صمیم قلب دوست دارم که این ماجرای شاهنامه براتون لذت بخش باشه. همین. من مجذوب این زبان، این همت و اراده ایرانیتم. نوکرتم کیان جان. خدا شکر با جزئیات تونستم سری چیزا رو بگم. حالا اگه جا انداختم دیگه دست خودم نیست، چون واقعا زیاده. یعنی اگه بخوام فقط اونو بخونم 3 ساعت طول میکشه. داستان نادرشاه رو بگی چشم. هوای رشت چطوره؟ گرمه، پارم. من عاشق یه سعی کن نخندید شدم. کیارش واقعا از نیلوفر خبر داری؟ خانم سوگند میگن که بهوش اومده، حالش بهتره، اوضاع جسمیش خدا رو شکر داره روی بهبودی میره، خدا رو شکر. حالا ما دعا میکنیم. مزیار چرا نشناختم داداش؟ به دلم نشست. مهدی همین نوکرتم. بچه‌ها دمتون گرم. سروری نفهم. خواهش میکنم. کیان جان شما چند سالتونه؟ سوگند جان فلان جان. مهدی جان واقعا عالی، خسته نباشید. چاکرتم آقا جواد. داداش دنبال جنی؟ نه محمد جان، جنس اصلا من قبول ندارم. اعتقادی به سلیس و شیوا بیان میکنید و جذب مخاطب عالیه. امیدوارم که اینجوری باشه. بدو دنبال جن. من بچه کرمانشاه هم انزلی ایول کیهان ما هم رشتیم دیگه سلطان. چاکرتم کیارش. هوادار چی شما؟ داداش منی آقا کیهان، داداش بزرگ مایی. شما همسن سال آقا جواد مایی. خیلی مخلصیم. خیلی مخلصیم. آره
داداش بزرگ ما، اگه تشریف آوردید من با شما باقا سر مهدی بودم. آره چی؟ چایی تو نخوردی؟ نه هنوز خاتمی داداش. نوکرتم که آنجا شما تشریف آوردی خاکتم. شما تشریف آوردی نفهمید. شما تشریف آوردی رشت، ما در خدمتتون هستیم. الان من شهرداری رشتم. نه هر وقت اومدی رشت از ساعت 10 به بعد شب من اینجا در خدمت هستم. اینجا بساط چایی داریم، میتونیم یه چایی در خدمتتون باشیم. داداش بزرگ مایید، خلاصه 53 سال. کی به هوش اومده؟ یوسف جان یکی از بچهای لایو تصادف کرده و تو حالت نیمه کما بوده، یا کما قطعی نه. خدا رو شکر الان بعد 2 روز چشماشو باز کرده. خدا به خانواده‌اش ببخشتش، انشالله سلامتیشو به دست بیاره. اهل کجایی؟ هی رانی جان فکر کنم شما قبلا اومدی. من گیلان رشت. بازم سلام کاکا مهدی. نوکرم فراد جان از دیار اربیل عراق. کوچیکم خوبی؟ با اجازهتون اگه اجازه بدید من 1 ساعت یه تیک فک زدم. تا حالا اومدی مشهد؟ چرا اومدم؟ دبیرستان بودم اومدم. من با اجازهتون لایو رو به مدت 20 دقیقه قطع کنم، برم یه چایی بخورم اینجا. خب گوشیم هم یه 20 دقیقه بزنم شارژ، دوباره بیام در خدمتتون. یه جریان پیش اومده اونو میخوام براتون تعریف کنم، پاره میشین از خنده. نوکرتم آکیان. اگه دوست دارین من هر شب ساعت 1 به بعد نزدیک 2، منم میگم 1 به بعد به خاطر اینکه مثلا چیز باشه، زنگوله رو بزنید براتون اخطار لایو میاد. 2 به بعد من حالا این داستان رو تعریف میکنم. اگرم کسی اومد توی لایو پیام گذاشت من ندیدم، به خاطر این بود که من درگیر صحبت میشم. درگیر صحبت بشم پیام بخونم، مثلا پرش افکار عجیبی دارم، یهو اصلا ذهنم میپره هر چیزی که میخوام تعریف کنم. سر همین تمرکز میکنم که پیامو نخونم. و اینکه مرسی آقا فراد، چاکرتم. آرزومه تنها یه بار تو زندگیم بیام شمال ایران. چرا نمیای یوسف؟ بدیدم نوکرتم آکیان. منم بخوام باید. نوکرم فراد جان. رضا کینگ مهدی خودش جواب منو داد. آوین برایی سلام، مواظب خود باش. چاکرتم. انشالله خوب میشه. مرسی بچه ها، مرسی. آقا دورتون بگردم. من این 20 دقیقه استارت میزنم. خب یه 20 دقیقه برم گوشارژ بزنم، هم خودم یه ریکاوری بشم، یه چایی بخورم، یه سیگاری بکشم، در خدمتتون باشم. بعد میام برای یه لایو پر انرژی. نوکرتم، باید لایک هم دمت گرم. صدرا جان من اینجا بنز کافی ادمین دارم، شما صاحب لایو هستی، چه نیازی به ادمینی داری؟ فداتون بشم. آقا که من خیلی خوشحال شدم. غریبه جان خیلی ممنون. چیز میکنم و یه دور تو لایو بعدی یه دور اینجوری مختصر ازش عبور میکنم. در خدمتتونم هستیم. نیم شو اگه هستی یه پیام بده، اگه نه که سلام، شاکرتم. من این نیم ساعت دیگه میام. آره برم نگاه کن، جایی نمیخوام برم بچه، شما همتون میدونید. اینجا برم چایی بخورم، گوشیمم یه شارژی بشه 24%. یه 20 دقیقه بزنم شارژ، بیام بهتون یه جریانی رو تعریف کنم. فعلا خدا حافظ.